سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. من محمدم و اینجام با بازی کانتر استرایک. توی ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چجوری پرایم و همچنین اسکین گانهای مختلف رو خیلی رایگان ساده دریافت بکنید توی کانتر و اونها رو استفاده بکنید. چیزی که میخوام توی این ویدیو بهتون معرفی بکنم یه پرایم رایگانه و اسکین چنجر که فایل دانلود برنامه مورد استفاده توی این ویدیومون رو توی کانال تلگرام براتون قرار دادم که لینک اون پیام مستقیما توی توضیحات ویدیو هست. روی اون لینکی که زده کانال تلگرام فقط مختص این ویدیو کلیک بکنید وارد اون پیام میشید و اون فایل رو میتونید دانلود بکنید. توی ویدیوهای دیگه هم توی توضیحات من لینک کانالمو قرار دادم، ولی خب اون پیامه نیست. باید یه سرچ بکنید اسکین چنجر به صورت فارسی داخل کانال که براتون پیدا بشه. اگه متوجه شدین که لایک رو بکنین، بریم سراغ آموزش. و کانال تلگرام و دیسکورد و همین کانال رو ممنون میشم سابسکرایب و دنبال و پیوستن کنید و بریم سراغ اینکه چجوری این حرکت رو انجام بدیم. اول اینکه میتونید به دوستاتون باش پوز بدین. چرا؟ چون اسکین چنجره ما دو نوع داریم، یکی این که برای خودتون فقط نمایش داده میشه، یکی دیگه برای دیگران هم نمایش داده میشه. مثلا این نایفی که من الان دارم نایف گرون قیمتیه، شما اسمش رو سرچ بکنید قیمتش توی اینترنت براتون در میاد. و چون این اسکین چنجره باعث میشه بقیه هم اسکین نایفتون رو ببینن، میتونید بهشون پوز بدین بگید من واسه گیم خرج کردم و فلان و بهمان و بیسار. هروئیم رو هم دارین و دیگه چیز مشکوک و شبهه‌داری واسهتون وجود نداره و میتونید پوز اسکینا رو بدید. حالا جدا از اون، برنامه رو که دانلود کردین از توی کانال تلگرام با دکمه اینسرت باز میشه. ما با این سه تا بخش اینونتوری، پروفایل و ستینگ کار داریم. اینونتوری که بزنید مثلا میتونید اسکین گان اد کنید، نایف اد کنید، دستکش و موزیک کیت و مدال و اسکین اد کنید و به بازیتون اضافه کنید. اینجوری اد میشه. حالا هر گانی رو که خواستید میتونید اضافه بکنید. دیزرت مثلا من استفاده میکنم و نایف هم کلی نایف مختلف داره که میتونید اسکین هر کدوم رو اضافه بکنید و لذت ببرید. این کجا میاد؟ مستقیما به بازیتون اضافه نمیشه. اینجا داخل اینونتوری که ببینید همه اینها به اینونتوریتون اضافه شدن. کانتینیو بزنید کل اینها به اینونتوری اضافه شده. خیلی راحت و ساده. من پرایم هم الان روی اکانتم ندارم که بهتون نشون بدم. و اینو میذارید جاهای هر گانی که خواستین رو قرار میدین و خیلی راحت اون اسکین گان رو دیگه دارید. مثلا من یه دونه اسکین واسه این گان بگیرم، اینو قرار میدم، توی اینونتوری میاد واسم، توی بوداتم میذارمش اینجا به همین سادگی. فقط من ببینید اسکین اومده. شما وقتی این اسکین ها براتون توی بازی نمایش داده میشه و به دیگران نمایش داده میشه که این برنامه باز باشه و هر وقت که برنامه رو ببندید سیوتون میپره. دوباره از اول باید این کار رو انجام بدین که میایید داخل ستینگ، اینجا یه اسم مینویسید. برای مثال ما همینجوری که نوشتم رضا، سیو رو میزنید. یه کانفیگ به اسم رضا براتون اینجا هست که هر وقت که وارد بازی شدین اینو مثلا انتخاب میکنید، لود رو میزنید و براتون لود میشه. به همین سادگی اسکین بازیتون لود شد. پرایم چیه قضیهش؟ بذارید من بیام توی لابی خیلی سریع پرایم رو هم بهتون توضیح بدم. اینسرت رو که بزنید تو بخش پروفایل اینجا میتونید فیک پرایم رو فعال کنید، لول هاتون رو. اینجا کامندیشن که واسه یه بخش کامپتیتیو میتونید برای اینجا عدد بنویسید. پرایمر مود پرایمری که واسه پرایم ها هست، کسایی که پرایم دادن فعال میشه. وین و پوینتتون رو میتونید تغییر بدین. وین گیم هم تعداد وین میتونید براش بنویسید و رنکی که دوست دارین و این رو هم باید باز بیاین اینجا یه سیو بزنید هر تنظیماتی که انجام دادید و بعد لودو بزنید هر وقت که خواستید وارد بازی بشید. اینجوری میبینید که من الان پرایمم انیبل و پرایم دارم. میتونیم مود پرایم رو هم بازی بکنیم خیلی راحت که حالا دیگه اون بستگی به سلیقتون داره که میخواید کژوال بازی کنید، کامپتیتیو یا کلی مود دیگه که بازی داره. یه نکته بهتون بگم، این من نمیخواستم چیت معرفی بکنم، ممکنه اکانتتون بند بشه. الان شاید بند نشه، من دارم استفاده میکنم همین الان. ممکنه
یکی دو ماه دیگه تغییر پیدا کنه و بند بشه. با اکانت اصلی استیمتون حتی که واسش $1 هم خرج کردین هم انجام ندین، چه برسه اکانتی که واسه کانتر توی خود کانتر واسش هزینه خرج کردین و روی اون هم اصلا دیگه انجام ندین. کلا یه اکانت استیم تازه بزنید و وارد بازی بشین، اینو اعمال کنید و لذت ببرید که اگه بند شد هم مشکلی براتون پیش نیاد که فعلا بند نمیشه. یه نکته هم بهتون بگم، برنامه‌ای که معرفی کردم توی کانال تلگرامه، اونو دانلود بکنید، وارد بشید. یک چیتی هست که مثلا 10-20 تا بازی رو داره که مثلا واسه CS2 هست، ماینکرافت هست، امونگاس هست، کلی بازی دیگه. شما CS2 رو انتخاب بکنید، شارک هک رو انتخاب بکنید، واردش بشین، همچین صفحه براتون میاره. بقیه چیزهایی هم که دارم بند میشه بچه‌ها، این کارو نکنید. اگه چیتری توی بازی و توی لابی بهتون برخورد هم انجام ندین که مثلا اونو فشاری بکنید لفل بره، چون اکانتتون بند میشه. این کارو نکنید. منم نمیخواستم چیت معرفی بکنم، چون میخواستم یه آموزش خیلی خوب بهتون بدم، فقط اومدم اینو گفتم، وگرنه میتونستم توی تامنیل توی تایتل همینو بزنم، کلی ویو هم از اون بگیرم. و امیدوارم که راضی بوده باشین. اگه همچین برنامه دیگه از اسکین چنجر و کانتر و اینجور چیزا خواستین توی کامنت ها بنویسید. توی کانال تلگرام جوین میشید، خوشحال میشم. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.